انگشتان سرشار از نبوغ هنر. کیمیا بانویی که 60 سال دارد و مادر 3 پسر و 5 دختر است. او 40 سال پیش با خانواده‌اش افغانستان را ترک نموده و پس از مهاجرت در پاکستان و مدینه منوره سرانجام به ترکیه ساکن شده است. این بانو که سالهای زیاد عمرش را با گلدوزی سپری کرده، میگوید بزرگترین آرزویش دستدوزی قرآن کریم بود که به آن نایل شد. بسیار وقت بود که در فکر می بودم، همونجا یک دفعه قصد جدی گرفتم، نیت کردم، بعد از نماز خفتن 2 رکعت نماز خواندم، دش از در رفتم دعا کردم به خدای خود که من امی کتیم کمک و خدا جان من امی قرآن به خیر نیت کردم شروع کنم. از اینجا که رفتیم مدینه، البته تیکت ما گرفتگی بود که آخری هفته آمدیم مدینه منوره، شروع کردم قرآن شریف رفتم با شیخ گپ زدیم، با همین شیخ که قرآن چاپ کردن در چاپخانه مدینه منوره. بانو کیمیا میگوید در سال 2016 میلادی کار دوخت نسخه های قرآن کریم را آغاز کرد و پس از 4 سال و 10 ماه دستدوزی آن را در 604 صفحه به پایان رسانید. با 3 تا کتاب جور شده، 3 جلد، یعنی هر جلدش 10 جز که 30 جز قرآن تکمیل شود، 10 جز و 10 جز آخر، 10 جز اول قرآن و هر کتابش هم 10 کیلو وزنش است، سنگینیش 10 کیلو، هر کدامش که کلا میشه 30 کیلو. در دوخت نسخه های قرآن کریم 180 متر پارچه تیترون، 8 کیلوگرم نخ قرص طلایی، 2.5 کیلوگرم نخ ابریشمی سرخ و 1 کیلوگرم نخ ابریشمی سبز کار گرفته شده است. در قسمت بازخوانی و بررسی درست نسخه های دوخته شده، همسر و 1 پسر این بانو با او همکاری کردند.